من شهروند تاجیکستان عبدالقادر و حمیده این فرزند من کریم و مولوده 24 همین ما اخوانه برآمده ساعتهای 10 روز تا ورده داره. وای خواننده بوده اومده میخوند؟ نه خونه نشینه. شما گفتید که 3 فرزند دارید. 3 فرزند دارم. این آخرین فرزندم. این همین 13 آگوست با شد 18 ساله شد. پاتنت کرده. اما پاتنتش تیار کرد روز جمعه روز پنجشنبه گرفتم. کاکون گفت که من پیشوی خانه کارکنی میرم. من خودم شبانه کار میکنم. من آمدم ساعت 8 خانه بود. من خود رفتم خانه بوده. اکش گفت که اکا من هم 3 تا پیش خانه مغازه همین رفته بینم. یکی من کار میکنم دکومنت دارم. تمام همین گپ گفته برآمده برفتگی. در فکرهای شما در نشست برآمدن فرزند خود اوگویی بودین که برای بعد هیچ وقت نمیرفت؟ نه فکر شما بسیارتر از چی بد میبرد؟ من همین فقط یک چیخ بگم همین دختری منو دزدیدم. در نزدیکی گفته که اون دکانایی که مغازینایی که هستند اونجا تاجیکان و دیگر ملت‌های مسلمان کار میکردن. اونجا که میخواست در آمده دیدن. ممکن که باشن هستن. از برآمدن از خونه تو خبر به شما پیدا چقدر وقت گذشت؟ من شب کار رفتم. ساعت 5 بیگا با من خواستم کار رفتم. من تلفن میکنم. من وقت تلفن ندیدم. ولی تلفن نمی تلویزیون به آواز موندگی. قریب من 20 بار تلفن کردم. تلفنش رو میبردارد. من همه وقتی لباسم وای کردم پرده یک طرفه میکنم میگم شده پرده ایستاده است تلفنش. حتی به تلفن برام. حتی به تلفن برام. به تلفنش و استفاده نمیکنه تلفن نمیگیره. اهمیت نمیده. میگم من هیچ کی ندارم. من کلا تلفن میکنم میگم چه. نمیگیره تلفن. شما گفته که مراجعه شما نسبت کارهای داخلی روسیه هم به روسیه مراجعه کردید. مراجعه کردم. حتی اون چون نمونه هست که بین آدم پخش نمودید. خیلی من گفتم تلفن کنم ایستا هر روز تلفن میکنم 2 بار 3 بار 4 بار تلفن میکنم میگو که نگاه کنه ایستاد یگان چی فهمیدیم و خانم خودم از زمین پدری دختر با شما هست؟ نه. از پدری دختر زنده و حیات است؟ در کجا بودن این پدر این شخص میدونید؟ تاجیکستان. آمدنی و به روسیه؟ نه. پورا میدونید که در نه نمیتونید پدر دختر؟ نه. زندگی همراه با پدرش دارید؟ نداری زندگی نداریم. تا حال من تاجیکستان خبر دادگی نیستم. در اونجا مادر شما است؟ مادرم خواستگم خبر ندادم. از کی باز در روسیه هستید در مهاجرت؟ من از سال 2006 زندگی در روسیه می‌کنید. دخترچه‌تان از سال 2006 نه دخترچه‌م 2 سال شده بود. همچون مادر همچون زن در شما مراجعه میکنن که در حالتی ماندنی در سامانه و در اینترنتی شما روزگی میتید یعنی رسم در سایت تاج میگیرن در فیسبوک اونجایی که صحیفه بزرگ دارن حتی اگر روزگی شما باشه در روزنامه گزیدی که روزنامه نزد جمهوری شما مهاجران آزاد تاجیکستان پخش خیلی یعنی پیدا کردن فرزند شما گذاشته است. و سفر تاجیکستان مراجعه کردید؟ رفتم. باید مریضه ما گرفتن. کدام آدرس رفتید؟ ما رفتم. بلاروسکی مترو هست تو؟ با مهاجرت ملتی رفتم. همونجا رفتم. مهاجرت ملتی تاجیکستان. بعد همونجایی که پاسپورت میگیرن چی همونجا؟ من همونجا کنسولگری تاجیکستان. همونجا رفتم خیلی ما گفتن که اونجا به خیلی کارا بیان نمیکنن همونجا. مراجعت حتی کردید با کنسولگری دو رفیقان شما با گیری و مادر شما دو حتی اهمیت ندادن. این کنسولگری تاجیکستان است. اهمیت ندادم. این به اهمیت ندیم برای که از دیگر زمینه پریده بود. من شمای پرسیدم امید تیوسکی یانسکی رفتم شمای پرسیدم. که ما حق نداریم. آدرس رایت دادم من گفتم من خونی با کس مهمان نمیرم گفتم من دخترم اینا کارمندان خدمات تاجیکستان من کدامش بود با همون نمیتونم 3-4 کس بیرون با بچه‌ها یوش استاد شما خواهش کردید که برای پیدا کردن دختری خود حتی با کلمات علی مراجعه کنن نه کارمندان اطلاع دادن که ما آدرس رای حق نداره بودن نداریم با من داشت گفتم که من خونی با کس مهمانی نمیرم اونا مادر ندارن همون کارمندای شما اونا مادر ندارن این پسر نگفتم این دختر بچه گفتم گم شدگی وقتی که گفتم عیبم شد دختری من کشتن دختری من گفتم حیات شد من با در کار نیست گفتم
همه خلق گیره کردم ای تو گیری تو کی سوز دیلاش اینجا من گیره نکن خودی کارمندان حکومت نوشتن دیگه با یک تاش بردو عریضه نوشت گفت دانش نوشتم همون پوش که یک رسیسر دست همونجا برورد همونجا با عریضه نوشتم گفت که قفو برای فیمیست فیسبوک کیمچی هست آمدم یک خدمت بشاشت کسشتگی اونجا بیا همون گفتم عریضه نویس من تو موجود موندش تو عریضه نوشتم و یک سنگین یک مردی که کانستابل نمره تلفنش رو دادن گفتن زنگ زدن من زنگ بزنم میگفت که حالی هیچ وقت شتم میره منم یادم کردم فکرم سالین فکرانی به که با سوادو با عقل و فراسخداران در اوکراین تاجیکستان بعد از سخنگوی شما ممکن به همون رهبر دولت رحمانوف رساندن در کار است از بسیار چیزا خبر ندارد از همه کارمندان خیلی در دولت خبر نداره برای این دیدن حل کردن چنین مسئله چیزی لازم نیست از سخنی خوب در کار است یک رفتاری خوب از رهبران در کار است هر کجایی که هست فرزند خودشون پیدا میشه خدای تعالی ما از خدا میبینه که ما در این دنیا پیدا شدگی لیکن یک بین دو شخص یکی شهروند تاجیکستان نماینده دولت وقتی معامله انسانگری پیدا میشه اونا حتی دشنام میکنن این از پستی امروزه حکومت تاجیکستان همین از پستی است این پاسپورت با فکرم پاسپورت داخلی دخترچه فکر میکنم که در آینده هم کارمندانی ما هم دیگران شخصان هم اینفرماتی خوب پیدا شده و تستر میرسن شورا دیدن در کار است بیشتر بچه‌ها میفهمن دیگران میفهمن سلامت باشین